درود به شما بینندگان عزیز در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار. بازم من هستم مریم دولت‌آ و در خدمت شما و همکار گرامی من محمود کبیر. موضوعی که امروز میخوایم برای شما پیشنهاد کنیم موضوعی است که به همه ما و شما مستقیما دخل دارد، زیرا همه ما انسان هستیم. ما امروز میخوایم در اطراف نیروی انسان صحبت کنیم. و چرا نیروی انسان؟ نیروی انسان از دیگر نیروها چه فرقی دارد؟ و چه چیز است که انسان رو محض انسان میکند؟ ما میدونیم در صحبت‌های گذشته بارها گفته ایم که انسان بزرگترین و بهترین آفریده خداوند در روی زمین است. اگر این بزرگترین است چی او را بزرگ میکند؟ و خداوند در نهاد انسان چه ها را گذاشت تا که او انسان باشد؟ و این نیرو چه قدرت ها دارد، چه امکانیت ها دارد و چه خطرها دارد؟ برای اینکه ما در این جاده رهگم نزنیم، ما امروز کوشش میکنیم که با این سوال هایی که حالا برای شما یک یک پیشنهاد کردم بعضی جواب ها گفته توانیم تا که واقعا اون نیروی بزرگ انسانی رو به منفعت خودمون، به منفعت جامعه و در استفاده یعنی اقدرش اجرای رسالت های خداوند ما اون رو استفاده کرده توانیم و کار برده توانیم. یعنی انسان بودن خودمون رو از همه جهت ما برای خودمون همچون یک آفریده عجیب خداوند برای خودمون اثبات کنیم که ما واقعا انسان هستیم. اگر انسان هستیم به چه دلیل؟ درست قید کردید. البته بسیار موضوع جالب است چون که هر یک بیننده و نیرو نیاز دارد. با اون نیرویی که سبب هستی است، سبب فعالیتی است و عموما خود حیات این نیرو است، این انرژی هست، این یک انرژیتیکی هست که از یک حالت به حالت دیگر میگذرد و این از یک حالت به حالت دیگر گذشتنش حرکت رو به وجود میارد و ما در روش حرکت حیات رو میبینیم و خود حیات بسیار سخت گوییم که وابستگی دارد از نیرو. چون نیرو سست شد مثلا حرکت هم سست می شود، نیرو کم شد وقت هم مناسبتش دیگر می شود. یعنی که همه این گوییم که هستی، ما فضا می گوییم، ما وقت می گوییم، ما ماتریا می گوییم، همه این آن جان او، آن قوه پیشبرنده او نیرو است و در خود عالم انسان هم از نیروهای عبارت است و جمع همه نیروهایی که در تمام هستی هستند در خود انسان تجسم یافتند و آنها هفتند و نیروی جسمی و احساسی، عقلی و روانی، اجتماعی و طبیعی و معنوی. اکنون برای آن که ما درست‌تر باز بفهمیم که ما چی طور مناسبت کنیم که این نیرو را در خود نگه داریم، آن را جمع کنیم و آن را درست استفاده بریم. بله واقعا چنین است و رسالت ما هم همین است. زیرا همه چیز، همه گونه نیرویی که به آدمان زنده و اصلا به مخلوق موجودات زنده داده می شود، نه تنها انسان ها، آنها دو طرف دارند. آن می توانند منبع خطر باشند، مثلا آب. بی آب حیات نیست. انسان می تواند بی غذا خیلی زیاد باشد ولی بی آب دور دراز بودن نمی تواند. ولی تصور کنید که همین آبی که منبع حیات است می تواند منبع خطر باشد. اگر سیل آید، اگر باران بیاید و همه جا رشته برد. و انسان هم وقتی که در داخل خودش نیروها را دارد باید بداند که طرز استفادهش کدام است. و در ما اطراف نیروهای انسانی پیشتر در برنامه ها در شکل علاوه گفته بودیم. مثلا در مورد محبت گفته بودیم، در مورد غضب گفته بودیم، یعنی احساسات هم یکی از نیروهای انسان است. یعنی اخترش یکی از شکل‌های افاده نیرو است. زیرا احساساتی که در داخل ما هست آنها ما رو به تکان می آورند. مثلا غضب چیکار میکنند؟ آن ما رو به پیش دل میدهد. ترس چیکار میکنند؟ آن ما رو هشدار میدهد. محبت چیکار میکنند؟ محبت ما رو به خودمون میشناساند. و حالا من میخواستم بیشتر در اطراف یک شکل دیگری افاده محبت توجه چیزی بگویم. زیرا توجه از بین همه نیروهای دیگر
در زمان امروزه چون همچنین یک اسلحه مقتدر استفاده می شود. توجه چی است؟ توجه همه اون ما وقتی کلمه توجه رو استفاده میبریم سینونیم های دیگرش هم پیش نظر میاد، مثلا هوش، خاطره، دقت و همه اینها چند؟ اینها اون حالت کنسنتراسیای نیروی انسان در یک زمان معین، در یک مکان معین و یک ابیکت معین است. درست. همون لحظه انسان تمام نیروی خودش رو به یک طرف روانه میکند. توجه تیر میتواند باشد در این حالت. و چرا امروز مثلا در عالم سیاست، در عالمی که ما جهان امروز رو وقتی میبینیم ما میگیم که جنگ های امروزه جنگ های اطلاعاتی هستند. چرا جنگ اطلاعاتی وجود دارد؟ زیرا جنگ اطلاعاتی این جنگ در بالای توجه است. هر نفر طرفای مخالف اگر ما امروز با عالم بین الملل واقع جهان نگاه کنیم، هر کس درباره مشکل گپ میزند و از نگاه خودش گپ میزند. مثلا مخالفت روسیه و اوکراین، جنگ سوریه، مناسبت های امریکا، روسیه و دیگر کشورها، حالا درباره کره گپ میزنند، درباره خطای صحبت میرود. اینها چی هستند؟ اینها کوشش جلب همین توجه هستند. هر کس کوشش میکند اطلاعات را اولین بدهد و در آن شکل خودش میخواهد بدهد. زیرا وقتی ما کلمه توجه رو استفاده میبریم کلمه دیگری هم دربارش هست، حسن توجه. حسن توجه یعنی تمام مهربانی شما، محبت شما، دستگیری شما غیر اختیار روانه می شود به همون سمتی که شما را به اون طرف میکشند. یعنی توجه خیلی مال گرانبهاست امروز که برای توجه انسان های دیگر، کشورهای ابرقدرت بین همدیگر جنگ میکنند. زیرا از اون که توجه من جلب می شود گویا که من کاری نمیکنم، من میتوانم به ارمی اونها شریک نباشم، ولی نزد تلویزیون میشینید، در اکران چیزهایی رو میبینید و توجه شما روانه می شود. ما پیشتر درباره قدرت های فیزیک کوانتی گفتیم که فیزیک کوانتی چه را باز کرد. توجه امروزه واقعا همون نیروی کوانتی است، نیروی نوآیانی است که اگر ما اون رو درست استفاده کردنش رو یاد نگیریم میتوانیم اون رو بیهوده اسراف کنیم، چون مال قیمت بها، چون زر، چون پول که در جای صرف کنیم که هیچ ضرورت نبود و در موردی که به خودمون لازم می شود ما میتوانیم اون رو بوی بدهیم. در خودمون اون نرسد، همون لحظه که برای خودتون غذا لازم است اگر شما نون رو برآورده به همسایتون تقسیم کرده باشید، حتی در حالتی که با اون حال ضرور نبود و هنگامی که کودکتان نان میپرسد یا با خودتان نان لازم می شود، شما اگر نیم شب بی نان مانید، نداشتن بوی دادن توجه به این خیلی مانند است. وقتی توجه رو به دیگران به ضرورت و ضرر خودتون صرف میکنید برای خودتون این توجه نمیماند و یکی از سبب‌های سر زدن مشکلات اجتماعی و طبی هم، یعنی بیمار شدن انسان ها هم نرسیدن توجه انسان به خودش است. البته درست قید کردید. ما در حقیقت اگر گیریم توجه، وقتی که ما با یک چیز توجه میکنیم ما با اونجا نیروی خود رو سفربر میکنیم و اون قبول میشد، چه خیلی قبول نمیشد و چه خیلی تاثیرات میرساند. مثلا ما میدونیم که در حالت تمرکزی قوه روانی ممکن است که با بعضی ابیکت هایی که دور هم باشند تاثیر رساند، نه وابسته از مسافه. یعنی که چنین کارهایی هستند که البته در این سمت ها علم خیلی پیشروی کرده است. من خواستم که اون بگویم که امروز امکاناتی چی هست که مردم میتوانند که انرژتیکایی که آن نیرویی که در تاجیکستان ما خیلی فراوان است اون را استفاده برند. مثلا نیرویی که حالا ما میخواهیم استفاده بریم این نیروی آب است. ما میخواهیم به واسطه نیروی آب گسی مثلا روغن رو بسازیم و آن سبب زندگی خوب شود و این استفاده این همین نیروی آب است که نیروی طبیعی را چی طور به نیروی الکتریکی مبدل میگردونند. بله. و نیروها یعنی انرژتیکا از یک حالت به حالت دیگر میگه خیلی گفتیم و انرژتیکا در عالمی که انسان زندگی میکند دیگر خیلی است در عالم انسان و در عالم ماکرو جهان کبیر دیگر است، در جهان خرد تماما دیگر است. بله. مثلا ما میدونیم که انسان
توانسته است که نیروهای اطراف خود را سمتناک کند، آنها را با واسطه علم اداره کند. مثلا از نیروی شمال استفاده بردن، از نیروی آب استفاده برده آسیاب ساختن، از نیروی خاک زمین استفاده بردن، از نیروی آتش استفاده برده. مثلا یکم بگیم که محرک هایی که واسطه بوق ساخته شدن که در نتیجه آتش انداختن در آنجا مثلا انگشتنگ را و بوق سبب حرکت کردن مثلا مکانیزم های محرک میشد. و همینطور انسان آمد و وظیفه انسان، یکی از وظیفه های مقدس انسان هم همین است که همین نیروها را گرفته در خدمت خود قرار بدهد. بله. ببینید که آلبرت اینشتین با نیروی عقلی خود و با نیروی روانی خیال خود توانست که یک اتم را که در اون ذره های خرد هستند، الفا بتا گاما رنگن دلتا دیگر ذره ها، آنها را استفاده برد و آنها را توانست که اداره کند و آنها را توانست که انگیزش بدهد. آنها را قپیدن نمیشد که، آنها را دیدن نمیشد که. مثلا سالهای 30 اولین میکروسکوپ الکترونی پیدا شده بود که بسیار قوتناکیش هم خیلی اساس بود. لیکن آلبرت اینشتین با واسطه عقل خود و واسطه تخیلات خود توانست که این قوه درون اتم را اداره کند و آن را مثلا استفاده برند که خیلی در امریکا آن را گرفته برای حربی، برای قدرتمند شدن خود استفاده بردن. ببینید در بعضی دولت ها از آن گرفته گیس ها ساختن، یعنی اتم الکتروستانسیا ها ایس ها ساختن. بله. اکنون تصور کنید که حالا ما الکترون را در زیر مثلا خدمت خود قرار دادیم که بسیار تکنولوژی که حاضر هست در دنیا این تکنولوژی الکترونی است. در نتیجه سیر شدن الکترون ها از نیروها، این نیروها با یعنی که با کار میرن و به سمت روانه میشن و بعضی کارهایی رو به مانند تلویزیون ما میبینیم. اکنون تصور کنید که در بعضی دولت های ترقی کرده نیروی کوانتی رو سال 2005 کیها استفاده بردن. بله. و کامپیوترهای کوانتی ساختن. از این پایانتر نیروها بازان خیکس حالا 46 اکتید ضربان که اولین شده مثلا آلمان تاجیک این را که یک نظر یک کانسپت داده بودن، ولی ببینید که در اونجا گرفته عملی کرده ایستادن و موجهای مثلا رادیو رو که اولین بار در روسیه شد و از اون مثلا رادیو حالا تلفن های موبیلی که هر کس دارد، یعنی همون موجها رو در خدمت مردم گذاشتند. یعنی که نیرو نهایت زیاد است و اون رو میتوان با واسطه تکنولوژی استفاده برد برای گویم که خدمت مردم، برای بهتر کردن زندگی مردم. بله. و البته در تاجیکستان نیروهای دیگری زیادی طبیعی که ما حالا آنها رو پورا استفاده نبرده میتوانیم که آنها رو استفاده بریم و فکر میکنم که یکی از وظیفه های مقدس انسان البته این نیروی خود را استفاده بردن است. بله، یعنی نیروی خود را باید بشناسد، کشف کند و آن را استفاده کند. واقعا انسان یک سیستم بسیار عجیب است، یک سیستم خیلی نوتکرار است و نیروی انسان خیلی از بخش‌های زیاد عبارت است. مثلا احساسات، افکار، اون چیزی که شما گفتید، و محبت. هرچند ما احساسات گفتیم محبت در داخل احساسات است، ولی محبت یک شکل دیگر هم دارد و نه همه احساساتی که ما داریم اثر میگذاریم، نه همه آنها با محبت پیوستند. آنها شکل گوناگون محبت هستند ولی از محبت سرچشمه میگیرند، ولی نه همه آنها محبت هستند. محبت در مرکز اینها می ایستد و یکی از شکل‌های افاده محبت این همون توجه است که من پیشتر گفتم که توجه که ما آن رو دقت هم میگیم، هوش هم میگیم، بعضن میگن که از هوشم جای رفت میگن، یعنی توجه هم جای دیگر رفت. و چرا ما اطراف توجه میخوایم صحبت کنیم؟ زیرا توجه واقعا اولا باید دونیم که توجه چند شکل دارد. یک توجه با شورانه است، توجه بی شورانه است و توجه اختیاری است و غیر اختیار است.
مثلا توجه غیر اختیار چنین است که دو نفر صحبت کرده استودیان و همین زمان از جای صدای دیگر میبرد و آدم به اختیار میگردد نگاه میکند در اختیار خودش نیست. اون صدا از صحبت اینها بلندتر است، شاید اون بانگ خطر است یا بانگ شادی است یا چیزی دیگری است که در واقع کدام یک اینستینکت به کدام رفلکس تاثیر میرساند و انسان به اختیار سمت توجهش رو دیگر میکند. توجه تحت شعور کدام است؟ توجه تحت شعور اون است که انسان مثلا همون چیزهای بنیادی مثلا برای مادر در تحت شعورش جای گرفته است، حفظ کودکش. مادر رو میتوانید اگر سخت خسته باشد از خواب بیدار کردن نمیتوانید، ولی برابر صدای گریه طفلش مادر بیدار میشود. حتی حالتایی است که مادران از کوما، از حالتی که بیهوشی دور دراز هستند، حتی در حالت کوما وقتی که کودک گریه میکند مادر حرکت میکند، در کدام یک جای معینش یک فعالیت بیدار میشد، صدای گریه کودک بعضا مادر رو از کوما میبرد. یعنی توجه تحت شعور یعنی شکل و توجه با شعورانه اون است که ما اون رو نظارت کرده میتونیم، ما رو میتونیم خودمون تنظیم کنیم. امروز که مثلا شما رو برای تلویزیون نشستید، توجه با شعورانه شما اون است که میدونید برای چی تماشا میکنید برنامه رو و خودتون رو اداره میکنید، خودتون رو جون از تلویزیون نگاه میدارید و تماشا میکنید. این توجهی که ما انتخاب کرده ایم و با شعورانه رو اداره میکنیم. یعنی چون این حالت ها هستن که ما هنگام توجه میگیم و شکل خیلی گوناگون دارد و اصلا موضوع توجه امروز خیلی موضوع جدی است. رو به سلامتی انسان و تمام روزگار انسان توجه تاثیرگذار شده است. نه تنها ما بیشتر گفتیم که در موضوع بین الخلقی که اطراف توجه انسان جنگ می رود، ولی در داخل خود انسان هم. و وقتی که ما در نزد ما مثلا کار افتاده ها می آیم، مزاج ها می آیم، با اولین دیاگنوزی که پسیکولوگ میموند کم بودن توجه به خود انسان است. چرا کار ما پیش نمی رود؟ زیرا ما خودمون به موفقیت خودمون توجه که ضروری رو صرف نکرده ایم. درست است. در اکثر حالات ها مثلا زندگی ما چنین است. ما در خانه مشکلی زیادی داریم ولی یک نفر میآید، شما در خانه دارم شاید نمیدونم 1000 تومان دارید و برای زندگی همون هر ماهتون لازم است. یک نفر میآید و میگه که من این پول رو به من تحفه بده یا قرض بده یا من توی دارم یا معرکه دارم. صرف نادرست توجه پول جون خیلی ایندیکاتور عجیب است. و این انسان میدونست، اون مرد خانه‌دار میدونست که برای همسرش مثلا لباس لازم است، برای کودکش چیز دیگری لازم است، برای کدام نفر دارو لازم است، برای خودش شاید استراحت کردن لازم است. ولی در این مورد او توجه رو نسبت خودش کم میکنه و پول رو میدهد به یک نفر دیگر. ما میتونیم رو سخاوتمندی بگوییم، ولی اینجا چیزی که من میگم اینجا دیگه سخاوتمندی نیست، این کم توجهی نسبت خود است. و حتی اگر که توجه در شکل پول هم نباشد، به شکل گوناگون دیگر توجه هم هست. وقتی که آدم نسبت خودش توجه ندارد، او نسبت خودش غمخور نیست و نسبت غذاخوری خودش به دقت نیست. هر چیزی پیش آمد اون رو میخورد و نمیگه که این به سلامتی من همین حالو موافق است یا نیست، فایده دارد یا ضرر. بعضا ما کم توجهی ما به اون درجه میرسد که هنگام ما خرید کردن ما نه اون چیزی رو میخوایم که دلمون میخواهد. بسیار پول شما برای خریدن زیاد نمیرسد، ولی برای خریدن کمترش شما 10 کیلو خریدن نمیتوانید اون چیز رو، ولی میتوانید 2 کیلو بخرید. ولی از بس که ما نسبت خودمون توجه نداریم، ما خواهش خودمون رو به اینوبت نمیگیریم. و این خواهش خود رو به اینوبت نگرفتن، طلبات جسمانی روانی خود رو به اینوبت نگرفتن، این همون چیزی است که ما گفتیم کمبود توجه. در اکثر حالات ها ما به خودمون توجه ظاهر نمیکنیم، خودمون به خودمون توجه رو صرف کردن نمیخواهیم، ولی در نسبت دیگران این طلب رو داریم، ما میخوایم دیگران نسبت ما توجه صادر کنند. این هرگز واقعیت نمیتواند عملی شود. برای چی؟ برای اینکه اگر ما نسبت خودمون توجه رو روانه نکنیم، یک نفر دیگر به ما توجه رو دادن نمیتواند. ما در توجه رو نقش شده ایم. از این رو انسانی که میخواهد نیروی خود را حفظ کند باید در مورد روانه کردن توجه خودش اول شخصا به خودش، بعدا به نزدیکانش، اعضای عائله‌اش و بعد قدم به قدم به بیرون در این مسئله باید خیلی احتیاطکار باشد. توجه شما از شما وقت شما را میگیرد. توجه شما این مهربانی شما است. توجه شما این صرف مواد مادی و
مولی شما است، نسبت خودتون یا نسبت دیگران. توجه شما به خود امکان دادن بودن اون در اون شکل که شما هستید. توجه به خود امکان دادن به استراحت است. توجه به خود امکان دادن به محبت و مهربانی به فرزندان است. همه اینها تنها در دایره توجه صورت میگیرند و اگر که ما توجه رو درست روانه کردن نتوانیم، ما این عمل ها رو اجرا کردن نمیتوانیم. در حقیقت نقشی مهم میبازد توجه، هرچند که یک چیزی گوییم که اونقدر به نظر هم نرسد، ولی برای که انسان در حقیقت دائم نیرو داشته باشد، در حقیقت دائم حالت جسمی خودش نگه دارد، عقلی خودش، نیروهای هفتگانه‌ای که ما گفتیم در خودش نگه دارد، آنها رو جمع کند، استفاده برد، باید بعضی کارها رو اجرا کند. مثلا برای که نیروی جسمی باشد، حالت کاری بدن دائم برقرار باشد، بدن کم کسل شود، چون که نیروی بدن که کم شد کسل میشد. ما این رو استنیه و نوراستنیه و گوییم که دپرسیه و حالتهای گوناگونی، هرچند دپرسیه از عالم احساس است و حالتهای گوناگونی گوییم که مانده‌شوی و خرابشوی عصب را میگوییم. برای این باید انسان بدن خود را غذای لازمی دهد. از همه چیزهای در کاری که مثلا ویتامین ها، مینرال ها، چیزهایی که در کار هستند بدن را تامین کند. برای این آسان است مثلا استفاده بردن گوییم که سبزیجات و میوه‌جات یا که مخصوص چیزهایی که از میوه های خشک استفاده بردن و نه همه وقت خوراکی گوییم که سیر روغن و کالری بلند داشته. باز برای حالت جسمی را قپیدن البته آن را آب و تاب دادن نکار، مشق کناندن نکار، نگاه و بین کردن نکار، آن را سر وقت کار انداختن نکار، تربیه کردن نکار که کار را بداند و البته دم گیراندن در کار بدن را و بدن خود را بداند مانند یک گوییم که ماشینی که در درونش میشیند و چقدر بدن را که نگاه و بین کند همون قدر نیرویش نگه داشته میشد و خدمت کرده میتواند. چیز دیگری که انسان باید کند این نیروی احساسی است. البته نیروی احساسی این محبت است که خیلیش مقید کردن، محبتی که با آن انسان ها با یکدیگر قوت میدهند و محبت بینید کسی که دوست میدارد، کسی که دوست میدارد مانده نمی شود. چرا؟ البته گرمان هایی هستند میگن کسی که دوست میدارد خدا او رو دوست میدارد، چون این عباره را من هم شنیدم. و محبت نگاه کنید چنان قوی هست که کسی را دوست دارن رنگ روی او دیگر است. مثلا بعضی حالت فرزندا را میبینن که رفتارهای نادرست میکنن، چون پس دقت میدهیم میبینیم که این رفتار نادرست آنها از حساب مهر زیاد است، از حساب زیاد دوست داشتن آن فرزندان است. یعنی دوزه گوییم که مهر هم محبت هم باید یک معین باشد. اصلا اینجا من گمان میکنم که باز هم همون دوزه توجه هست. محبت را ما کم زیاد کردن نمیتوانیم، ولی توجه را ما میتوانیم اداره کنیم. شاید با چنین وریانت هم دیدنش ممکن است، چون که باز این باز یک روشی روانی روانشناسی خود دارد و قوای دیگری که انسان باید نگه دارد و آن را جمع کند یک قوای عقلی است و عقل هم دسترخوان دارد. دسترخوان اون همون مکتب هست و مثلا دسترخوان اون همون دانشکده ها و کتابخانه ها هستند و سایت های اینترنتی و کتاب های الکترونی هستند و البته غذای او همون اطلاعاتی است که استفاده میبرد. برای اون که معینه مانده نشه، بعضی ها میگویند که معینه مانده شده است و بسیار میخوانند ولی زندگیشان دیگر نیست. آنها اطلاعات غذای میخورند که برای مقصدهای آنها نادرکار است. مثلا خواندن بعضی چیزهایی را دیدن که برای آن مقصدهایی که انسان در زندگی دارد هیچ فایده ای نمیرسد. این مانند آن است که شکم پر کردن اگر ما غذا بگوییم و آن را صرف نکردن. بله، این اصلا در علم روانشناسی این سیندروم کتابدار است. سیندروم بیبلیوتکاری میگن. آدمی که دانش‌های بسیار رو در خودش جمع میکند و چون کتابدار کتاب بسیاری در کتابخانه دارد ولی آنها از آنها استفاده کردن نمیتواند، فقط مولی هستند که اون نگاه بین کننده است. و گفتن هستند که در نه در جمع کتاب کوش، در جمع علم کوش، نه در جمع کتاب. بله بله. عباره خوبی بزرگان هم گفتن. البته نیروی دیگر این نیروی روانی هست. در روان بسیار چیزها هستند.
مثلا ما در اونجا میتوانیم بگوییم که دقت، ما میتوانیم بگوییم خیالات. مثلا بسیار آدما با خیال خود میتونن چیزهایی بسازن، کارهایی کنن، ولی اون رو کوشش نکنن که عملی شود. میتونن که مثلا اراده، قوه اراده، ببینید اراده چه خیلی با قوت است که انسان رو بر وقت میخزاند، انسان رو به مقصدهایش میبره، انسان رو از مجرای زندگیش بیرون نمیکند. برای این مشق‌های روانی لازم هستند و البته آداب، رعایت آن فرهنگی که انسان میکنه، چون که سرزنش زیادی مردم نسبت به بی‌آدابان سبب زخم‌های روانی شدن او میشود و قوه نیروی او میرود. برای بسیار آدمایی که بی‌آداب هستند، گویم که قانون‌ها رو ویران میکنند و صفت‌های گویم که در ناخوانه خولیگانی دارند، بسیار راه با مشکلات‌های زیادی روبرو میشن. مردم صد راه بسیار با آنها میمانند که آنها نروند و به مقصدهای نرسند که سبب زیان به مردم شود. و البته نیروی دیگر این نیروی اجتماعی است که این نیروی مال و پول هست. بله. که در حقیقت یک نیروی عجیبی است. اگر همراه آدمای پولدار نشینی هیچ کار نمی شود. نیروی پولی آنها، امکانات های آنها دیگر است. پول خوشبختی نمی آورد، ولی امکانات های به خوشبختی رسیدن رو زیاد می کند. امکانات های مثلا از نعمت های زندگی استفاده بردن رو زیاد می کند، البته آن اگر به شکلی قانونی و درست جمع آور شده باشد. بله بله، این هم درست است. واقعا وقتی که ما نیروی انسان میگیم، خیلی درست گفته شما نمبر کردید که خیلی شکل های گوناگون دارد، ولی من هم باز هم میگردم به سر توجه. چرا؟ زیرا این یک سرحد ناعیانی دارد. توجه ما نه همیشه حس کرده میتوانیم. توجه یک بخش پسیکیک انسان است که هم قسمت مثبت دارد و هم قسمت منفی دارد. مثلا وقتی که یک نفر رو بد میبینیم، این هم توجه است. مثلا در تاریخ، در طب این گونه مثال ها هستند. در ادبیات ها من این چیز بر نظر میرسد که یک نفر مثلا مادر فرزند تولد میکند و فرزندش با کسی مانند است که او رو بد میدید، نسبت کسی نفرت دارد و معمولا میگن کسی رو دوست داری با اون فرزند مانند میشود. ولی در اینجا مهم چیز دیگر است. وقتی که از یک کس انسان رنجیده است، نفرت دارد، کینه دارد، این هم توجه است. تمام دوره زیادی که آدم از دلش برآورده نمیتواند، بخشیده نمیتواند، او درباره همون آدم فکر میکند. همه چیزی با او مانند قوه او رو به خود میکشد، غضبش رو بیدار میکند، کینه‌اش روشن میکند. و اگر در این دوره مادر حامله دار باشد، کودک شکل همون آدم میگیرد. زیرا تمام این دوره انسان درباره تمام توجه همون طرف رفته بود. و از بس که کودک در بطن مادر همچون یک مواد جبنده است، همه احساسات مادر رو، اندیشه های مادر رو جبیده میگیرد و میتواند به شخص مانند باشد که مادر رو هرگز دوست نمیداشت. شاید یک کسی رو رنجانده بود، شاید با یک نفر مناقشه داشتن، فراموش کردن نتوانست. و این حالت هم است. یعنی وقتی که ما یک کس رو حتی وقتی بد میبینیم، نسبت کسی نفرت داریم، او رو بخشیده نمیتوانیم، شما تصور کنید چیکار میکنید؟ شما تمام نیروی زیبای خودتان رو با توفه میکنید با دشمنتان، با کسی که دوست نمیدارید. درست. در حقیقت بسیار موضوع عجیب است. من هم حال سر کردم فکر کردن درباره توجه که البته در ریشه این کلمه وجه هست. حالت وجه آمدن از گوییم که هستی آن کس، از آن دستاوردهای او، از آن صفتهای گوییم که مثبت او، از آن خصلت‌های نیکو، خصلت‌های خوبی او. وقتی ما هر زمان به زبان روسی وسخ شدسه مفتون میشیم، اون البته این یک قوه است. خیلی قوه است. خیلی قوه است که هم انسانی به وجه آمده گوییم که قوت میگیرد از اون همون کسی که چنین صفت و چنین حالت را دارد، شاید باز به زینه‌های بلند دیگری کمالات برود و باز به کامل شوی که چه در موضوعهای گذشته گفتیم رفته برسد. و ما اگر که با نیروهای انسانی بگیریم، در انسان نیروی خاراکتر هست، نیروی خلق هست، نیروی فعل است که آن از متناسبیت 4 عنصر آتش، هوا و آب و خاک است. و انسان ها گوناگون این گوییم که قوه هایی که اگر بگیریم، خود انسان یک برنامه جان هست که برنامه ریزی شده است و در اطراف این برنامه جان جمع شده است یک ذره آفتاب از هم آفتاب کلان، یک قطره آب، یک مشت خاک،
گویم که یک نفس و اینها یک جایه شده مثلا سرشت انسان را آفریدن و در حالت متناسبت او خلق قوایی هست که میتواند چنان مناسبت کند که همه درهای چه جمعیت و چه کیهان رو برای خود بکشاید. واقعا هر چیزی شما گفتید اینها هم توجه خداوند به انسان است که این چیزها رو، این نیروها رو خودش داده است، ولی هرچند در دست ما خیلی چیزهای زیاده است و ما خیلی قدرتمند هستیم زیرا انسان هستیم. ما گفتیم که چی ما را انسان میکند؟ نظارت کرده توانستن همین قدرت ها، همین نیروها رو به قدر ضروری، به قدر به منفعت شخصیت و به مقصد جامعه استفاده کرده توانستن. این اون چیزی است که ما رو واقعا انسان میکند، زیرا ما میتوانیم از این نیروها طرز استفاده بریم که مثلا یک انسان با کرد چگونه عمل میکند، جلاد یا قاتل میکشد، جراح از مرگ میرهاند، آشپز غذا تیار میکند، کودک برای خودش خطر بنیاد میکند و انسانیت در اکثر حالتها به کودک مانند است که نیروهای عجیب خود را به منفعت خودش نمیتواند استفاده کند. ولی امروز ما در زمان زندگی میکنیم که این چیزها را باید بشناسیم، زیرا توجه، امروز اطراف توجه ما بیشتر صحبت کردیم، توجه اون نیرویی است که ما رو نظارت کرده میتوانیم. چیزهایی هستند که انسان نه همیشه میتواند نظارت کند، نه همیشه میتواند تنظیم کند، ولی توجه نسبت همه اینها آسان‌تر دسترس یافتن ممکن است. به نظارت توجه، به تنظیم توجه ما میتوانیم خودمون به خودمون بگوییم که این چیز کرای توجه میکند یا نمیکند، زیرا توجه نیروی اندک نیست. بیشتر در مثال گفتم که مثلا وقتی نسبت کسی شما اگر نفرت داشته باشید، شما نیروی عزیز خودتان رو به او تحفه میکنید، بیهوده صرف میکنید. این همون جای است که اسراف حرام است. درست است و البته بسیار عینی مدعا است. این یک زنجیره پیوست کننده نیروهای انسانی هست و نیروی آخرانی که ما این رو میدانیم این نیروی معنوی است و نیروی معنوی این نیروی هست که انسان را به کیهان میپیوندد. واقعا اگر که توجه ما به کیهان باشد ما به کیهان میرسیم، ولی اگر که نیروی معنوی داشته باشیم و توجه نداشته باشیم به کیهان نمیرسیم. یعنی توجه میتواند نقلیات هم باشد و البته در حالت خیلی هم رعایت کردن قانون‌های معنویات انسان میتواند که این نیرو رو استفاده برد، نیت او، دعای او، بسیار صفت‌های دیگری که انسان‌های عالم معنوی دارند آنها عملی میشوند و واقعی میگردند و تاثیر خوبی به خلق و ملت میرسانند. و خیلی میگن که عالم معنویات این کسی که در اون عالم است دعاش قبول است و این زینه ملتی ماست. بله چون این هم هست. و بار دیگر به شما خاطر رسان میکنم که امروز ما اطراف نیروی انسانی و یک از بخشای خیلی مهم اون توجه صحبت داشتیم. توجهتون با خودتون باشد، احتیاط کنید توجه خودتون رو، زیرا اون گروی سلامتی شما، گروی خوشبختی شما، گروی آبادی شخصیت شما و گروی آبادی روزگار شما، عائله شما، عزیزان شما بوده میتواند. در این مورد گمان میکنم که ما به شما چیزی گفته توانستیم. آباد باشید. تا برنامه های دیگر توجهتون با ما بود و تشکر از این توجه.